درود دوستان. UFC در ازبکستان. اتابک اوماروف رئیسی المپی بوکسی آسیای میانه اتابک اوماروف با دانا وایت صحبت کردند و سندها رو امضا کردند که در ازبکستان شاید همین سال یا که اول سال 2027 شرکت UFC محاربه برگزار میکنند در تاشکند. این خبر خیلی خوش است و باز یک سند دیگه آنها امضا کردند که همون لیگ زوفا اینم یک همون با شرکت UFC داخل دارد و فقط همون محاربه های بوکس رو تشکیل میکند. لیگ اسمش زوفا نام دارد، زوفا بوکسینگ، که با UFC داخل دارد. رئیسش دانا وایت هست مثل UFC و زوفا هم در زوفا بوکسینگ هم در ازبکستان باید که محاربه ها تشکیل کنند که ازبکستان حاضر در جهان با جای اول است در بوکسی آماتوری و از همین سبب 100% این محاربه ها برگزار می شوند و امیدواریم که در اولین محاربه UFC ازبکستان ورزشگران قزاق، قرقیز و تاجیکستان حتما از ازبکستان محاربه خواهند کرد و این خیلی تبلیغات خوب هم می شود برای ورزشگران آسیای میانه، برای مملکت های آسیای میانه که آنها رو در دنیا میشناسند. و دوستان یک سوال، در تاجیکستان لیگ UFC امکان پذیر هست که محاربه برگزار کند در تاجیکستان در دوشنبه؟ با نزدیکی عمر نظرویچ کرملیوف پرزیدنت لیگ IBA بوکسینگ در دوشنبه خشت اول رو گذاشتند و ساختمان قصر بوکس رو شروع کردند که 2027 باید باز شود. در آنجا 7000 آدم میگنجد در داخل وی و در برش هتلی 5 ستاره زیاده از 340 اتاق که خیلی مهمان ها هم اونجا می شود که چی کنند، پیشواز گیرند و در آنجا زندگی کنند و این 2027 باید باز شود که اگر از روی قانون UFC گیرید 7000 آدم در داخل این قصر بوکسینگ اگر جایگیر شود UFC میتواند که در آنجا محاربه برگزار کند. و دوستان فکرتان رو نویسید، در تاجیکستان شرکت UFC محاربه برگزار میکند یا نه در آینده؟ فکرتان رو نویسید، چون که باید به نزدیکی ACA در آنجا محاربه برگزار کند آخر سال ده و امیدواریم که در سالهای آینده تاجیکستان هم میدان UFC می شود. فکرتان رو در این بابت نویسید. خیلی جالب است که فکر شما رو مردم بدانند شما چی فکر داره درباره شرکت UFC در تاجیکستان و ما برادران ازبک رو برای این اقدامشون، برای این تشکیل کردن UFC در ازبکستان تبریک میکنیم و امیدواریم که با درجه عالیش این محاربه UFC در تاشکند میگذرد و در آنجا حتما ورزشکاران تاجیک هم اشتراک میکنند. دوستان فکرتان رو نویسید، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یارو یاورتان با تا امید دیدار.